as Liston reaches with a left lead. Play will counter with a right over the left and drop the challenger. سلام دوستان، تو این قسمت میخوایم راجع به زندگی و ناگفته‌هایی از اسطوره بوکس دنیا صحبت کنیم. کسی که مثل پروانه میرقصید و مثل زنبور نیش میزد، محمدعلی کلی. او در 17 ژانویه 1942 در آمریکا به دنیا آمد. اسم اصلی او کاسیوس مارسلوس کلی بود که در سال 1964 پس از پیروزی بر سانی لیستون قهرمان جهان شد و بعد از آن مسلمان شد و اسم خودش را به محمد تغییر داد. خب بریم سراغ یک سری از ناگفته‌ها در مورد این اسطوره محبوب. شاید کمتر کسی بدونه که محمدعلی در دوران کودکی دچار اختلال خوانش پریشی بود و مشکل خواندن و نوشتن داشت. شاید باور نکردنی باشه که همون پسر به یه سخنران قهار تبدیل شد و با زبونش رقیباشو قبل از مسابقه ناکوت میکرد. او مدال المپیک خود را در سال 1960 به دست آورده بود بعد از برگشت به آمریکا و اجازه ندادن رستوران برای نشستن او به دلیل سیاه‌پوست بودن مدال خود را به رودخانه انداخت. محمدعلی 4 بار ازدواج رسمی و کلی رابطه خارج از ازدواج داشت که همین روابط‌ها باعث طلاق او میشد و بعدها خودش تو مصاحبه گفت من کامل نبودم و اشتباهات زیادی داشتم. یکی از همسرهای او به اسم ورونیکا پورشه که حتی خانواده او راضی به این ازدواج نبودن، ورونیکا به حرف کسی گوش نکرد و با محمدعلی ازدواج کرد و دختری به دنیا آوردم به نام لالا علی که بعدها خودش یک بوکسور معروف شد. محمدعلی برای عضویتش تو امت اسلام و مخالفت با جنگ ویتنام سالها زیر نظر FBI بود و تمام مکالمات او شنود میشد. حتی مخالفت او برای جنگ ویتنام و نرفتن به اون جنگ باعث شد قهرمانی رو از او بگیرن و 3 سال از رینگ محروم بشه. او فقط یک بوکسور در رینگ نبود و در سیاست هم تلاش‌های زیادی داشت. او در سال 1990 با وجود بیماری به عراق رفت تا با صدام مذاکره کنه و تونست چند گروگان آمریکایی رو آزاد کنه. او یک قهرمان تو صلح بود، نه فقط یک قهرمان در رینگ. محمدعلی تنها کسی بود که تونست 3 بار تاج قهرمانی دنیا رو سرش بذاره. اولین بار در سال 1964 زمانی که فقط 22 سالش بود، تونست یک غول شکست ناپذیر به اسم سانی لیستون رو شکست بده. این پیروزی زمانی بود که همه فکر می‌کردن محمدعلی در ثانیه‌های اول ناکوت خواهد شد. In a moment, as Liston reaches with a left lead, Play will counter with a right over the left and drop the challenger. ده سال بعد در سال 1974 در مبارزه‌ای که به غرش در جنگل معروف شد، در مقابل هیولایی به اسم جورج فورمن که همه رو نابود کرده بود، تو راند هشتم با یک مشت برق‌آسا فورمن به زمین افتاد و محمدعلی دوباره قهرمان دنیا شد. در سال 1978 در سن 36 سالگی، زمانی که همه فکر می‌کردن که دیگه کارش تمومه و تازه به لیون اسپینس باخته بود، ولی برای انتقام برگشته بود و در مبارزه برگشت باهوشتر و با تجربه‌تر ظاهر شد و قهرمانی سوم هم مال خودش کرد. 3 قهرمانی، 3 نسل و 3 پیام، با اعتماد به نفس، هوش و مبارزه برای چیزی که باور داری. محمدعلی یک اسطوره بود برای صدها میلیون نفر. سال 1980 بود. محمدعلی کلی قبلا خداحافظی کرده بود. با 38 سال سن دوباره برگشت به رینگ. میخواست رکورد بزنه و برای 4مین بار قهرمان سنگین وزن بشه. حریفش لری هلمز بود، کسی که قبلا با محمدعلی تمرین میکرد و دستیارش بود. ولی علی دیگه اون آدم سابق نبود. بدنش خسته و کند و بیمار بود. دکترها هم گفته بودن که برگشتنش خطرناکه. تو مبارزه هلمز حسابی علی رو زد. علی زور ضربه زدن نداشت. تا راند 10 فقط مشت خورد و آخرش مربیش خودش بازی رو متوقف کرد. این تنها باری بود که محمدعلی با ناکود فنی شکست خورد.
یه جورایی خیلی غم انگیز بود. چند سال بعد تو سال 1988 مایک تایسون که اون موقع قوی ترین بوکسور دنیا بود با لری هلمز مبارزه کرد. هلمز 2 سال بازنشسته بود ولی دوباره اومد. تایسون از بچگی عاشق محمد علی بود. حتی قبل مبارزه به علی قول داده بود میزنمش تا انتقام تو رو بگیرم. تو رینگ هم همین کارو کرد. هلمز بدجوری کتک خورد. تو راند 4 3 بار انداختش زمین و ناکودش کرد. با همون قدرت دیوونه‌واری که تایسون داشت اون رو نابود کرد. بعدش هم رو به علی گفت دیدی علی انتقامت رو گرفتم. Tyson boards in. Here's Tyson attacking again. 38-year-old Larry Holmes cannot continue that round after round. Oh, a big right hand. And down goes the former champion. He was there right in the button. The count is up to 6, 7, and 8. Larry is hurt. He's definitely hurt. His legs are gone. And in comes Mike. There was a big right hand. Larry's nailed again. Down he goes. I don't know if he'll be able to continue. It's up to 4 and 5. His eyes are clear. 7. How do you feel? It's up to 7 and 8. He knows he has him in trouble. It's just a matter of time. Larry will not survive this round. He's trying to fight back with everything in the left hand. 17. He's trying desperately. But this is, he should be hanging on. Now with the right hand, the left hand that was able to do it against Ronaldo Snipes. He goes with a big right hand. The left one come inside. There's the left, there's the right. Larry's ready to go again. He's gonna hang on or they'll stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all over. He is knocked out. He didn't even bother the count. It was a vicious, vicious right hand. It came like a bolt. A big right hand ends the career of the former champion of the world. محمد علی کلی در تاریخ 3 ژوئن 2016 از دنیا رفت در سن 72 سالگی. سالها با بیماری پارکینسون دست و پنجه نرم می‌کرد و در اواخر عمر به خاطر مشکلات تنفسی به بیمارستان منتقل شد و وضعیتش بدتر شد و نهایتاً به دلیل شوک زیاد و یک عفونت شدید که کل بدن اون رو گرفته بود از دنیا رفت. در بیمارستانی در شهر فینیکس آریزونا فوت کرد. مرگش خیلی از مردم رو ناراحت کرد. کلی فقط یه بوکسور نبود، یه نماد جهانی برای مبارزه با ظلم، تبعیض نژادی و دفاع از انسانیت بود. حتی رؤسای جمهور، سلبریتی‌ها، ورزشکارا و مردم عادی از کل دنیا براش پیام تسلیت فرستادن. اگه با این قسمت از برنامه‌مون حال کردین حتما کامنت بذارین، لایک کنین و سابسکرایبمون کنین.